خب، سلام به دوستان عزیز. حالتون چطوره؟ ماهد هستم با یه ویدیو دیگه. خب بچه، امروز 2 ویدیو داریم. یعنی 2 ویدیو وای بخش 2 داریم. 2 خیلی جذاب و خفن و سطح بالا. خب بریم برای دیدن دوئل ها. حتما بچه ها کانالو ساب کنید تا سریعتر 50 تایی بشیم و براتون لایو بذاریم. بعد اونجا کد روم میدم به شما و شما میایین توی روم و با هم کلی دوئل میزنیم. یا اگرم خواستین که با من دوئل بزنین، زیر همین ویدیو آیدی اکانتتون رو بذارین، بهتون درخواست بدم با هم بازی کنیم. خب 3-1 اسنایپر عوض کنیم تندرا. با این اسنایپر اصلا نمیدونم امروز چون انقدر میس میدم. خیلی میس دادم باش. خیلی بد دارم میخورم. باید یکم بهتر بازی کنم. نیزم دایموند کردم. خب 4-3 5-3 3-2 بد. پینگ من بالا، اینم در نظر داشته باشین. یه موقع 80 میشه، یه موقع 70. کمپ کرده. کجا یه ها پیدا شد. ای خیلی دارم امروز میس میدم. دمیج نخورده. بزن. چرا اینجوری شد؟ ای با 78 86 84. اصلا پینگ خیلی ضعیفه. مطمئنم که فقط من اینجوری نیستم، همه همینطوری پینگشون بالاست. خب 6-5 نیزه رو اینجوری نشون میده. وای همش اولترا کشیده، اسنایپش عوض نمیکنه. قشنگ بود، آفرین. این خب اولترا آخه خیلی موبیلیتیش بالاه، آسون تره. خب 8 یعنی 6-8. 8 زیاد کلمه خوبی نیست. خب 6-8 به نفع حریف.
ای خدا مردم. 6-9. خوب ببینم یعنی کامبک رو میتونم بزنم. 6-9 7-9 8-9 یه کامبکی بزنیم. 8-9 نه باید بمیرم اینو. خب 9-9 کامبک. 10-9 بله 10-9 کامبک. 9-6 شد 10-9. حالا ما کامبک نخوریم. حالا که افتادیم 11-9 افتادیم جلو. ای الان هست که دیگه کامبک بخوریم. 11-10 11 12-11 کامبک خوردیم. خب یه دونه من کامبک زدم یه دونه اون. حالا نوبت منه. وایسا دیگه نوبت منه. ایو 13-11 نوبت منه. کمپ کردی. ای خدا نخورد. حتی میخوردم دمیج میشد. بیاد نید. این چقدر بدشانسی ما. خب 13-12 یه کامبک ما این بر بزنیم. 13-13 ای بابا خراب شد. 14-13 UAV هم میزنی. خب 15-13 16-13 باختیم دیگه بچه. باختیم اشکال نداره. حالا دفعه بعد جبران میکنیم. 16-14 16-15 خیلی میستادم امروز. خیلی مثلا تا در این حد میسای زشت رو بد نداده بودم. نگاه مثلا این چیه. خیلی بد بازی کردم. حالا انشالله دست دوم بتونم یکم بهتر بازی کنم. دست دوم دیگه باید ببرم. حداقل باخت این دست جبران بشه. خب 19-15 اه.
20-19 دیگه واقعا باختم. بیست 16. خب بریم ببینیم دست دوم چیکار میکنیم. کیل آخرم من زدم، دبش کردم. خب ببینیم با کی میتونیم دوئل بزنیم. دست دوم. خب یکی درخواست داد قبول کنیم. اول رئیسی. خب ببینیم چی کار است. دیل بلک مارکت. آغاز هر دوئل. چرا نخوردی؟ چرا؟ دکمه هیپ فایر هم نخورد. شانس یه نه، تقصیر خودم بود، تقصیر گوشیمه. ای خدا، درد و نفرینی شدم. 2-0. اسنایپ منو برداشت دیگه، پررو نشو. مثلا موومنت میزنه انگار الان بروکنه برادر. 3-0. منتظر کامبک باش عزیزم، ماهت هم اینجاست. ای خدا، وای خیلی دارم میس میدم، ببخشید خیلی دارم میس میدم. تیر تمام کردم. میبینی این رسمش نبود دیگه، باید بمیگه وایس. 3-1. وقت کامبک. دیدم ای داره ورج و ورجه میکنه، باید ادبش کنیم. سه. یکی دیگه کامبک. 4-3. دیدی گفتم، نگفتم بهت منتظر کامبک باش، نگفتم. خب حالا کامبک نخوریم که مثل اینکه قراره. ای وای ببخشید، نایف شد. اومدم عوض کنم و دستم رفت رو تیر آوانس به جای نایف. البته شاید هم من میتونستم بزنم، ولی حالا این امتیاز بهش بدیم. 6-4. فینیشر. ایوه. 6-5. برادر فاز بروکن داره. 7-5.
بازی 20 تاییه. پینگو نگاه 114. و اومد پایین 40. خب 8-5. نه 5. چه تندروش نانازه. خیلی دارم میس میدم خیلی. 9-6. ای خدا چرا انقدر میس میدم من. نیت یکی با نیت نگرفتیم ولی با تندرو گرفتیم. خودکشی. خب 10-6. پینگ 105. مالیه من پایین 10-7. اوف هیپ فایر رو حال کردی. نه خدایی هیپ فایر رو حال کردی. خب 11-7. یه دونه دیگه یه دونه هیپ فایر. اوف. یه دونه دیگه هیپ فایر. یه دونه ای. خب 13-7. ورجوجه میکنی. خب 14-7. 2 برابرشم. وای خیلی دارم میس میدم خیلی. من دستم گرم نیست. لوکاس بکشیم. خب 15-8. اینجا میاد. نه نمیاد. اینجا هم نیست. اینجاست. نه اینجا هم نیست. پیدات کردم. 16-8. بازم اختلاف تو برابر میشه. این همه موومنت میزنه. خب حداقل یه تیر درست بزن. چرا نخوردین؟ این چرا نخورد؟ با 17-8. خب 2 دقیقه از بازی مونده. کجایی؟ اگه با لوکاس خودم این هیپفایر رو میزدم میخورد. خب 17-9. نه چون نخوردین. 1 کیل با نید نگرفتیم ما. خب باز هم اختلاف 2 برابر شد. نوزن رو بریم برای فینیشر. ندید. فینیشر ای خیلی بد رفتم.
چون نمیاد دکمش. اه اه نمیاد دکمش چرا؟ ایسا کورش کنم، خودم کور شدم. این فرصتم هدر رفت. تیش کشید دیگه. 29. خب دوستان این بود ویدیو. امیدواریم که امیدواریم که نه امیدوارم این ویدیو لذت برده باشین و همچنین روز خوبی براتون آرزو میکنم. لفت داد. الوای میسا یه دوئل دیگه هم میزدیم. خب امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. بچه‌ها تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.